السلام علیکم همداران عزیز از آین گروه انگور و باغ امروز 12 می سال 2026 قرار داریم در ناحیه دنغره در باغ یکی از جوانمردهای وطن دوست ما. امروز بر شما از این باغ ما چی نشون میدم؟ ولی باغ بسیار چیزای بعضی بسیار چیزای بی‌نهایت زور دارد. این باغ درجه اول است نشون میدم. در اینجا ما اول نشون میدم که چخیل ما باغ رو در سال اول تشکیل کنیم که از برآمدن علف‌های بیگانه خلاص باشیم. کارکردش کم کنیم. درد سر کم شود. من همینجا میبینید که اولوی استنلی میباشد. استنلی همون اولویی که خشک است، خشک میشود که همین بهار شناندگی است، نشنامه‌اش بنیاد خوب است. اینجا حاضر گپ در سر دیگر چه میرود؟ زیری همینجا آب قطرگی رفتگی است. که آب قطرگی رفتگی است. و از بالایش من همین ماتویی که میبینید این رو اگراتکاین میگن، یعنی اگروماتو میگن. این نام رو میگذاروند، پایان آب رو بالا نمیدهد و علف نمیبروید. من ببینید در همین 90 سانتی متر علف برآمدگی نیست و تنها در بخش جایی که همین سوراخ میشود کم ترک میبروید، اینه به دست هم کنده میشود. یعنی این ماتو اونقدر ماتوی قیمت هم نیست. از چین از خیتای زکاز میکنید، درخواست میکنید، خریداری میکنید، میبیارید 200 مترش برش 1.20 $45 میافتد، 43-45 دلار، 400 سومونی میافتد. در مورد اول قیمت میتواد در نظرتون که این که 2 سال 3 سال که اینجا ایستاد نام نپرید، درخت شما که نشونامای خوب یافت، پول این رو از حساب درخت تیز به حاصل در آمدن، تیز به صفت شدن، پول این رو میبروید. لیکن خوبیش همین که از کجا بریگاد زنکا رو یوبم خشاوه کند من برین، از کجا بعد پول یوبم زنکا را تیم، پول این با از زنکا 3-4 مرتبه 5-10 مرتبه ارزانتر میگوتد از کارگرو. من به شما همداران عزیز اگراتکاین گفتنی چیز رو نشان دادم که باغ رو در سال اول در زیر اگراتکاین چشنونید بنیهایت بهترین میشود، نم میایستد. از همه مهمش دنغره چقدر گرم است ولی آب دادگی نه، آب نآمده است اینجا. واسه از هفته دیگه آب میتیان اون در همون باران‌های بهاری الکی نبینید که نشوناماش چقدر است. الکی 80 سانتی متر برین نشونما دارد. همداران عزیز من این بود یک از نویگری ها در ساحه کشاورزی استفاده ماتوی اگراری اگراتکاین. این هر خیلی است. از 100 گرمش 1 متر کوادراتش 100 گرم، 1 متر کوادراتش 90 گرم، 1 متر کوادراتش 120 گرم، وابسته از همون گرم و قوسش قیمتش بلند و پست می شود. برای همین من به شما پیشنهاد میکردم که اگراتکاین رو استفاده برید. از روی خریدنش رو من نمیدونم، اگراتکاین رو استفاده برید اگر باغ شما بهترین می شود. من ببینید یگان علف بیگانه با این باغ یگان ضرر نرسانده ایستاده است. علف موبایلش رو باشد ببینید اینجا رو گربیچی زده میکشید بی‌ملال. گربیچی شما به درخت نمیرسد چون که از درخت تا اگراتکاین با 60 سانتی متر دیگر است. من همداران عزیز این بود نویگری در ساحه استفاده بری اگراتکاین در سال اولی شناندن درخت. در سالهای آیندهش نشنانده میشود، بعد شدگار میکنید، بعد این بقوت میشد، ریشه این دیگر هیچ که تاثیر نمیکند، درختتون بقوت میشد. اگر به کسی معقول باشد یک لایک ماند، میدونم که همتون لایک موندن شرم میدارید، نمیدونم برای چی لایک موندن شرم نیست. لایک مونید همون جیکید همون لایک رو که دیگران تماشا کنند. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد.